سرخیه یعنی دو آدم ور افتاده که من از همه جا برق میگیره. برق میگیره. خواستی اگه دیونه که بجو نه خیلی هم هوشیارم. سلام علیکم طرف میده خود چه کار بشده؟ بگم تو صبر کن. تو خودی کله گنده خوب بیا میدی به خودتونی دهدمه آدم ور افتاده که من بیای و خوار خوردم جا بودم با تو خیلبوک بودم به بستوی افغانستان دختر باید افتاده که من دهده کله پخ خیلموک تور بستنم با خدا مفته بده نمایم بله ها من بیام خوار تور بستنم بچه نانی گوش نگدا خوره کدی به در سرام کی گفته؟ کی بگفته اصلا؟ عمه من گفته تو سر پیاز یا کونه پیاز که کی گفته؟ بیا نه سیر خودو نه از بوی میترسم بیا برو برات کار برو نه تو سیر خورده میتونی خودی کله گنده خودی هم پیازه با خدا نه اگه با مو خوله نموند هر چی مستی بگو برو کاکا برو میشه خیلی مخور بچران برو به قیافی تو میای زنده میای به قیافی تو 4 تا میش خیلی میای خدا یمو دادی چکار کردی عباس میگه تو چه خصوصی داده کله پخ آره کو چیز رسید لعنی تو گفت که ما چه مینا مردم خوبی نیا با خدا مردم خوبی باشن نباشن نه مفته بدن مردم خوبی نی دادی از ندیدی دادن که برام میره از گشنگی 30 سنتی کج رو میره ببرون دادی از این بستانو برو میشه خیلی خوب چرا که گوش نیم بده مادر تو روی دل تو بزده روی دل تو لمش شد مادر از این خود مادر تو جمع میکنم چون میگو سیر من چند سیرال بخور حالا وزی گفتم من نگفتم چرا تو گفتی شما بوی سیر بیاد دماغا شما نخوره مقدار سر شما هنگ میکنه مادر از این مال جنجال میکنم ما چون میگفت سیرال بخوردم سیرال شما سیر خورد نه مادر میگه سیر خودم همه بوی میترسم اشته یعنی من این گپم حالی میگه تو گفتی که مادر خوره که بخوری میگفتم نه من رای کردم یا گفتم برای اینا میام سیر خودم از بوی میترسم خب برو بخیر بری برو سیر خودم از بوی نمیترسم میگه نه سیر نخوردم از بوی هم نمیترسم یعنی کاری که نکرده بهش میگه نه کارو بکردم یا میترسم چی میفهم چکار شما مالا نشد دیگه نه شد برو نمیشم بله ایت میری گیلا ها ایت میری برو میت میری برای کسی بری نه بده تو هم برو بده چرا برو دیگه گپ بده خودی کلا گندی تو بشه گیلا دادی از این نیستونی گیلا کسی مرغ مردر نمیگه هم تو بشه دادی از این نیستونی من نسیر چی دادی از این نیستونی اگه تو نوزد دار کنه عباس بگی که خودت تو دینی فری زور میکنه مکشه اینه میگه اثر خب بالا کنه تو لنگای بگی من این کرای زدن نمیکنه گیلا تو بیکار موندی بگی هر کاری یا دیونه سیر خورده سیر خورده بده شما دیره پرسه شما و 4 تا بوسکویی به جلو شما شبه من چی خوردم عباس؟ چی خوردم؟ چی فهمی چی خوردم؟ من نسیر خوردم میام عبوی میترسم بیارگان چی لک برو گیلا برو مردی تا به من جیبی حال عباس کنیه وردار خود خدا امرو ندارم برو دیگه برو ایستاد نشد مردی تا به من جیبی ها یعنی نهاره برو عباس نیه بیا بگو بس کتوره تو بس کتوری کنی گرده خون وای الحمدلله کجا بودی؟ کجا ایمان بخیر جانجوره چیزا پای قراری کجا بودی؟ برار گپا شنیدم از من؟ نه از کی؟ از 2 نفر دیگه یک خوردی 1 کالری چی گپ شنیدی گیلا؟ ها؟ دست رو پس کتر مچا نخوره چی گپ شنیدی؟ برار من نیلیلا جان برار خوب بگردم چی با تو گپ فیصله کنم چی کلاکه بکنم او اما سوره منجگاه چپا کنه رودایر بیری کنه من نه سیر خوردم نیم ابوی میترسم این گپ نو مدل با تو از کجا پیدا کردی نیست سیر خوردم از اون 2 نفر خب عالم نفر کینه اسم نمیتونی بگی کی همین نفر که میگی از این 2 نفر بشنیدم اسم همین نفر کینه که من بشناسم کینه عباس آقا و کجی خب خدا بیامرزه پیارتور بگو دیگه چی گپ دادم چی گپ بوده که تو شنیدی او بزو میگو که نی سیر خوردم نی ابوی میترسم او هم بزو میگفت که نی سیر خوردم من نی ابوی میترسم آها حال من نی سیر خوردم نی ابوی میترسم آها تو از گپ از اونای گپ میزنی بله یا خیلی گپ اینیه مثال قدیمه برو برو خب اینجا بودی اینجا استاد بودی نه کجا مستی بری ایته برو تو کدوم میری میت پاس برو خو میرم ایته برو
برو ایلک جو رد از این گپا نگرد. اگه تو بعد از این گپا بگیری تا شام مگر فکر کنی بالی اعصاب تو فشار میاد. خود تو درون نگفتی که من روز یکشم نیلیلا مرچه داره. من خب تو بگو شما خونه شما مرچه داره. آن سه کان جلو پا ما همه قال مرچه. نیلیلا تو نگفتی که من صبح میرم گرده زن خود بفروشم. بخیر. بفروشی. بخیرم بگو. بخیر. آه. میفروشی دیگه. آه دیگه چیکار کنم؟ نسیر خودی نه ابویی میترسی. نه نسیر خوردم نه ابویی. تو خوشیدبری تو میگه. برو رد کار خود تو خوشیدبری ما چی میشناسی؟ ایلا اگه هیچ چیزا فکر نکن راه خو بگیر برو آرام اینا به درد تو نمیخوره. اینا متعال از قدیم بمونده با مردم حال مردم همین رو میگن. برو راه خو بگیر. وای. نسیر خوردم نه ابویی میترسم. نیلیلا. ماما شاگل خوب شد بیام. خیلی ماما شاگل اشتنی. خوبی کیاری؟ خیلی. جان جوره؟ سلامت باشه. زنده باشی. میگم ماما شاگل یک چیز از شما پرسان کنم. خب بپرس. به شرط بد شما نه چرا بد میبیایه؟ میگم شما معتاد شدین. چی؟ معتاد شدین شما. معتاد شدم؟ آه. گپی بگو که مردم باور کنه کاکا. چه باور کنم؟ ما معتادی؟ تمام این مردم میگم همه مردم باور کرد حال با ما گپ بگم که باور نکنه شما باور کنیم و نکنیم مردم باور کردن که شما معتاد. کاکا جان من نه سیر خوردم نه از بوی میترسم. گاهی وقتا مگر هم از سیر بترسیم هم از بوی سیر. ها که تو چاو کنی که مردم آره به مامان ایروز زن مامان ایروز پرسان کنید سه کنه من دروغ میگم مامان ایروز که شما دروغ نمیگه. البته چند تاش تو رمضان جان اشتنی شتن مامان ایروز یارن خیلی شما بگین این مردم درباره ماما شاگل چی میگه به تعمیده؟ میگم مواد میزنه. خب من دروغ میگم مامان ایروز هم دروغ میگه. بابا جان میگم من نه سیر خوردم نه بوی میترسم سالا چاو کنی. ماما جگر حال ریش مستفید دیگه حقی کارا نیه دیگه. های بعد نیا به تو همین گپ به من میگی. آخی اینا یک کنه میگن خلق به خدا امیر میگه شما دنیا میگه خودم نه ابوی میترسم. خدا میگم مگر گونی و کیفت شما باشه حال واضی مردم شما ببینن که حال کارتون خواب شده. بابا جان مردم چاو می نزنن این گپا دروغه کاکا دروغه. چرا به ما و به مامان نوروز و به یک دیگه چه نمیندازن. اینا مخیل منه خاطر ما چارقران پولی دارم ای به ما این گپا تیار میکنم. خب صحیحه دیگه مقصد من میگم شما بگفتم گاهی وقتا به قصه سیر بوی نباشه بترسه. اینا چاو نه سیر خوردن کاکا نه ما بوی میترسم این گپا حق نیه ریش مستفید دیگه گاله. بابا جان این کارا دیگه بچه‌ها نادونه که کارا. بغض بابا اینا این گپا بر غلط نگیمم. این چی مردمی هم این مردم به خدا هم تو سعی میکنی به توی گپ تیار میکنم. پاسون بگین من نسیر خودم نه ابوی میترسم.